سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشه. یک رازی هست که دونستنش باعث میشه ارزش شما تو چشم بقیه به صورت خیلی شدیدی افزایش پیدا کنه. جذابیت شما رو مثل یه آهنربا میکنه. یعنی هر کسی که حتی با طرف دعواتم بشه، بحثتم بشه، بازم طرف دوست داره بیاد باهات کانکت بشه و برگرده سمت. حالا این راز چیه؟ من این رازو الان قشنگ متوجه شدم و میخوام به شما هم بگم، بلکه به شما هم کمک کنه که به اشتباه ارزش خودتون رو پایین نیارید. یه اشتباهی که همه توی ارتباطاتشون دارن که باعث میشه ارزششون به شدت بیاد پایین اینه: تو این ویدیو یاد میگیرین چطور این اشتباه رو انجام ندین و به جاش یه کاری کنید که ارزشتون به شدت بره بالا و حتی اگر با کسی دعوا و بحثم میکنید، بازم اون طرف دلش بخواد رابطه‌شو با شما حفظ کنه و احترامتون پیش طرف پایین نیاد. چه خانومی چه آقایید، این کار، این تکنیک، این رفتار شما رو به یه آدم به شدت جذاب تبدیل میکنه. انقدر احترامتون رو میبره بالا، انقدر جذابیت درتون به وجود میاره که بعد 100 تا تعارض و مشکل باز هم طرف شما رو دوست داره و پیشش احترام دارید و براتون ارزش قائله. اگه میخواین این راز رو یاد بگیرین، این ویدیو رو تا آخر ببینید. من یاد گرفتم که آدما تو رو به شکل احساسی میبینن که از تو گرفتن. یعنی اگر بهشون احساس دوست داشته شدن بدی، اگر بهشون احساس قوی بودن بدی، اگر بهشون احساس کافی بودن بدی، تو براش دوست داشتنی هستی. به چش اون تو کافی هستی، اونم جذب تو میشه. بهش احساس قوی بودن دادی، حالا میخواد بهت خدمت کنه. بهش احساس دوست داشته شدن دادی، حالا فکر میکنه تو خیلی دوست داشتنی هستی. بهش احساس کافی بودن دادی، حالا احساس میکنی که تو واقعا آدم پرفکتی هستی، هیچ چی کم نداری. یاد گرفتم که هرگز به هیچ کسی حس بد ندم، حتی توی جر و بحث، حتی توی تعارض. اگر خیلی بی‌طاقت شدم، اگر خیلی عصبانی شدم، اگر خیلی خشمگین شدم، محل رو ترک میکنم. اون بحثو ازش یه استراحتی میگیرم، بریک میگیرم، اونجا نمیمونم. اون عصبانیت نمیذارم توی من خودشو نشون بده. ترک مکان میکنم، استراحت میکنم. بعد از چند مدت که آرومتر شدم، برمیگردم اون مکالمه رو با آرامش ادامه میدم. اون آتیشی که درونمه رو نمیذارم به طرفم پرتاب بشه. آتیشی که درونمه رو سعی میکنم برم بیرون، بذارم فروکش کنه. با اینکه دلت میخواد اون آتیشی که تو دل توه حالا بندازش روی اون، تو دل اونم یه آتیشی باشه. عصبانی شدی، خشمگین شدی، دلت میخواد همین عصبانیت تو توی اونم ببینی. دلت میخواد این آتیشی که تو دلت رو بندازی. وسط فیلم برداری یهو باتری دوربین تموم شد. پس الان امروز فرداست و الان من دارم ادامه‌شو ضبط میکنم. تا اینجا گفتم که عصبانیت یه آتیشی درون تو به وجود میاره و اون آتش درون تو دلت میخواد که انتقال بدی به اون آدم، دوست داری بسوزونیش یه جوری تا آروم بشی. احساس میکنی که سوزوندن اون باعث میشه که تو آروم بشی، تو آرامش بگیری. احساس میکنی که اگر با آتیشی که درونت اونو بسوزونی، آتیشه از دل تو میره و دلتو آروم میگیره. اما این کار هیچ چیزی از آتیشتو کم نمیکنه. بهت قول میدم حتی اگر زندگیشو آتیش بزنی، بازم از آتیشی که درون توه کم نمیکنه. اصلا طبیعت آتیش اینه. اگر یک کبریت آتیش بزنیم، باهاش شمع روشن کنی، میبینی که وقتی که داری اون شمع با شعله اون روشن میکنی، شعلهش بیشتر میشه و اصلا اون کبریت هم بیشتر میسوزه. پس طبیعت آتیش اینه که تو هر چقدر اونو انتقال بدی ازش، بیشتر آتیش کنی، بیشتر میشه. پس سوزوندن اون وقتی که عصبانی هستی، هیچ چیزی از آتیش تو، از داغ تو کم نمیکنه. هیچ چیزی از عصبانیتت کم نمیکنه. تازه اگه این کارو بکنی، خودت هم حس بدتری میگیری. ممکنه بعدش پشیمون بشی. معمولا هم اینجور موقع ها آدم پشیمون میشه، خیلی هم سخت پشیمون میشه، چون که تو اون لحظه عصبانی بوده، خواسته تلافی بکنه، خواسته اونو بسوزونه، انجام داده و تمام پلای پشت سرتو خراب میکنی با این کار. شاید اصلا بگی من اصلا با این آدم هیچ پلی نمیخوام، من اصلا نمیخوام اصلا تو این زندگیم این آدم رو دوباره ببینم، ولی بازم
بازم اینه که فرق یک آدمی که از نظر همه احترام داره، اعتبار داره، همه خیلی به چش یه آدم خیلی محترم، خیلی درجه بالا، لول بالا نگاش میکنن، اینه که اون آدم توی اوج عصبانیتش هم بازم رو احساسات خودش کنترل داره. اونه که این آدم حتی وقتی با یه آدم کارش تموم میشه و دیگه قرار نیست اون آدم ببینه، بازم نمیاد برون فکنی کنه، عصبانیتش و احساساتش رو روی اون آدم بریزه، بازم به اون آدم اجازه نمیده اون آدم، هیچ کسی ازش حس بدی بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه این رازو میدونه که آدما تو رو جوری میبینن، به تو حسی دارن که از تو میگیرن. حالا شاید براتون این سوال پیش بیاد که خب پس ما چی کار کنیم؟ یعنی یه کسی بیاد هر جوری دلش بخواد با ما رفتار کنه، ما هم در پاسخ هیچی، همینجوری سکوت کنیم، نگاش کنیم، یا اصلا هیچ کاری نکنیم؟ چی کار کنیم؟ پس حق ما ضایع میشه چی؟ ببین، وقتی که تو سکوت میکنی، محل رو ترک میکنی، بحث و ادامه نمیدی، حضور تو از اون آدم میگیری، چی کار میکنی؟ باعث میشی چی بشه؟ باعث میشی جای خالیت کل وجود اون آدم رو پر بکنه. تمام فضای ذهن و وجود اون آدم میشه جای خالی تو، نبودن تو. در صورتی که اگر بخوای بسوزونیش، اگه بخوای تلافی کنی، اگه بخوای پله پشت سرتو خراب کنی، چیزی که باقی میذاری از خودت یک احساس حرصه، یه احساس بده، یه احساس تنفره. ولی وقتی که سکوت میکنی، خیلی با طمأنینه، با آرامش، خیلی با وقار و بدون هیچ ریاکشن بدی، بدون هیچ ریاکشن احساسی شدیدی ترک میکنی، حالا میتونه طرفت، میتونه اون بحثه، میتونه اون فضاست، هر چیزیه، حالا اون طرف حرص و آتیش و عصبانیت و تنفر نسبت به تو نداره، فضای ذهنش پر از سواله، پر از جای خالیه که از نبودن تو ایجاد شده، پر از دلتنگی برای وجودته، پر از حس نیاز به حضورته، پر از غبطه برای اینکه حالا طرف داره با خودش فکر میکنه، میگه من نکنه اشتباه کردم، هی تمام رفتاراشو، تمام حرفاشو مرور میکنه، کجا اشتباه کردم، کجا چی گفتم، چی شد. پر از تفکر عمیق میشه. این آدم پر از تفکر عمیق میشه وقتی که تو میری و هیچی نمیگی. نه اینکه تموم شد من میرم دیگه با من حرف نزن، نه. خیلی مثلا وقتی که بحث داغ میشه، جاییه که طرف داره داد میزنه، طرف داره فوش میده، احترامتو رعایت نمیکنه، احترامتو نگه نمیداره، به اونجا میرسه، خیلی آروم میگه که من فکر کنم خیلی عصبانی هستی، هر وقت آروم تر شدی بذار با هم صحبت کنیم. و همین، تموم شد، میری. اوکی، میخوای یکم آروم تر شدی با هم صحبت کنیم، چون فکر نمی کنم در شأن من و تو باشه اینجور صحبت کردن. تموم شد. یعنی ویدیویی که گذاشتم راجع به حد و مرز گذاشتنم ببینید که بتونید خیلی راحت تر این کار رو انجام بدید. پس دیدید که چجوری رفتن شما، ترک کردن شما، سکوت شما اون آدم رو از داخل متوجه اون اشتباه، اون بی احترامی، اون حالا کار بد یا هر چیزی که هست میکنه، چقدر اون آدم رو بیشتر به تنگنا میاره از نظر روانی. هدف ما که به تنگنا آوردن کسی نیست، منتها تأثیری که این کار میذاره خیلی بیشتره. هم احترام شما میره بالا، طرف دیگه میدونه دفعه بعدی قرار نیست، نمیتونه اینجوری با شما صحبت کنه اگر بی احترامی کرده، اگر داد زده، اگه فحش دادی یا هر چیز دیگه ای. و طرف میدونه تو برای خودت احترام قائلی. مهمتر از همه اینه که طرف میفهمه تو روی احساسات خودت کنترل داری، تو از روی احساسات کاریو نمی کنی. همین که برنگشتی به اون آتیشتو ننداختی توی اون، همین که نخواستی اونو بسوزونی، نخواستی جوابشو بدی، همین یعنی قدرت، همین یعنی جذابیت، همینه که واسط احترام میاره.
ولی اگر بسوزونیش، آتیشش بزنی، از آتیشت بندازی روش، فقط و فقط باعث میشه هر آن چیزی که بوده و هست و میتونه باشه بین شما خراب بشه. پل پشت سرتو میسوزونی، عشق و محبت رو تو دل طرفت میسوزونی، همه اینا رو از بین میبری فقط به خاطر اینکه روی احساسات خودت اون لحظه دلت خواسته، داشتی میسوختی، میخواستی اونم بسوزونی و نسبت به اون رفتار کردی. با خودت روزی چند بار تکرار کن. عصبانیت، خشم هیچ جایی توی وجود من ندارن. عمر گذراست، منم گذرام. به جاش چی کار میکنی؟ محل رو ترک میکنی، نفس عمیق میکشی، مینویسی. جرنال کردن خیلی میتونه کمک کنه که ما با خشم و عصبانیتی که درونمون به وجود میاد بتونیم بهتر کنترل و بهتر مدیریتشون کنیم. بهتر بگیم مدیریت، کنترل کلمه درستی نیست. مرور حواس، وقتی که دیدید خیلی از کنترلتون خارج شده، نمیتونید مدیریتش کنین، یه تکنیک هستش که من روانشناسم بهم گفت و خیلی به کارم میاد. اینه که شما وقتی که احساس میکنی که از کنترلت خارج شده، احساساتت داره غلبه میکنه، همون لحظه یه نفس عمیق میکشی، حواستو مرور میکنی. یعنی چی؟ یعنی حواس فیزیکی مثل لمس، مثل مزه‌ای که توی دهنمونه، مثل بویی که داره توی فضا هست و میتونیم احساسش کنیم، یا اگر بویی احساس نمی کنیم همون هوایی که داریم میکشیم، مثل چیزایی که داریم میبینیم، چیزایی که دور و برمون هست، مثل چیزایی که داریم صداهایی که داریم میشنویم. میتونیم از اینا استفاده کنیم که ما رو بیارن برگردونن به اون حالتی که میخوایم، حالتی که لازم داریم که بتونیم مدیریت کنیم. میتونیم 5 تا چیزی که میبینیم به رنگ سبزه رو پیدا کنیم، دور و برمون نگاه میکنیم، 5 تا چیزی که رنگ سبزه رو پیدا میکنیم. اگر عطری داریم که دوستش داریم، به همون حس آرامش میده، رو میتونیم همراه خودمون داشته باشیم. میتونیم یکم از اون استفاده کنیم، بوش کنیم. میتونیم یه 5 تا 6 تا 10 تا نفس عمیق بکشیم، در حالی که حواسمون هست که نفسمون چطوری از بینیمون میره داخل و میاد بیرون، نفسمون رو دنبال میکنیم. میتونیم احساس لمسمون رو چک کنیم، مثلا میتونیم به لباسمون یا هر چیزی که احساس خوبی بهمون میده رو لمس کنیم و اون احساس رو داشته باشیم. جایی که نشستیم، وزن بدنمون، اینا رو میتونیم احساس کنیم. خلاصه از حواس 5گانمون میتونیم استفاده کنیم برای زمانی که از کنترل خارج شده احساساتمون و داریم میریم به سمتی که بعداً قرار پشیمون بشیم. میدونیم که بعداً قرار پشیمون بشیم. ببین یادت باشه زمانی که عصبانی بشی، همون لحظه‌ای که قدرت رو دادی دست اون، حالا اونه که داره تو رو کنترلت میکنه. خب اینم از این. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر تا اینجا دیدید، احتمالاً از ویدیوهای دیگه توی کانال منم خوشتون بیاد. خوشحال میشم سابسکرایب کنید. ممنونم از حمایتاتون. اگر سوالی هست حتما کامنت ها رو میخونم، توی کامنت ها با هم در ارتباط بشین. اگر احساس میکنید نمیتونید حرفتون رو راحت بزنید، مشکل دارید توی بروز احساساتتون یا بروز چیزی که واقعا میخواید بگید و نمیتونید بگید، این ویدیویی که اینجا آخر ویدیو میذارم رو حتما ببینید. خیلی میتونه بهتون کمک کنه. مهدیس عاشقتونه. تا هفته بعدی و ویدیوی بعدی، خدا حافظمون. مراقب خودتون باشید. تا بعد.